سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که روی مراحل قبلی آموزش‌ها تمرینات کافی رو انجام داده باشید. خب به بخش دیگه از آموزش ماسکینگ میپردازیم و یه سری مباحث دیگه‌ش رو خدمتتون عرض میکنم. من بیام مجدد یه دونه کامپوزیشن اینجا براتون درست کنم و ماسکینگ. خب همونطور که گفتم برای ایجاد ماسک حتما باید از سالید استفاده کنیم. ببینید دوستان، من میام اینجا با یه از این شکلای هندسی به طور مثال این مربع رو من درست میکنم. خب نگاه کنید، توی زیر مجموعه هر لایه که بیاید، زمانی که ماسک روش انجام شده باشه، میبینید که اینجا نوشته ماسک و خود ماسک رو که باز کنید چند تا گزینه اینجا برای ما گذاشته. بهتون گفتم ماسک بد مسیر هست، ماسک بدر درصد محوی دور اون خطوط هست و اپاسیتی هم که درصد روشنایی اون لایه میشه. اکسپنشن هم که میاد از اون خطی که ما رسم کردیم، حالا یا به داخل یا به بیرون، اونو کم یا زیاد میکنه. مورد دیگه که میخوام خدمتتون عرض کنم این قسمت هست که چند تا گزینه برای ما گذاشته. میخوام بهتون بگم که اینا چه کاری انجام میده. نگاه کنید، ما همزمان توی یه لایه میتونیم چندین ماسک مختلف داشته باشیم. من میام یه ماسک حالت بیزی تور اینجا درست میکنم به طور مثال. خب ببینید که اینجا توی این لایه یه ماسک دو هم درست شده. اینا بچه‌ها میتونید با اینتر کردن بیاد اسم ماسک ها رو تغییر بدید. خودتون میتونید هر اسمی بخواید براش بذارید. خب نگاه کنید، من الان دو تا ماسک توی این لایه دارم. اگه بیام توی ماسک دومی این گزینه اد رو بزنم، یعنی میاد این ماسک و این ماسک رو با هم جمع میکنه و از اون سالید اولی که ما درست کردیم کل صفحه رو گرفته بود کم میکنه و یه همچین شکلی به ما میده. حالا اگه من بیام اینو روی حالت نان بذارم، یعنی اینکه این ماسک من هیچ تأثیری نذاره، انگار که این ماسک وجود نداره کلا. اگر که بذاریمش روی اد، این قسمت رو اضافه میکنه. حالا اگه من اینو سابترکت کنم چه اتفاقی میفته؟ میاد این ماسک بیزی رو از این مربع کم میکنه، سابترکت میکنه. اگر که بیام اینترسکت رو بزنم، میاد اشتراک این دوتا رو میگیره. پس فرقشون تو این قسمت شد که اگر من بیام اد بزنم با هم دیگه جمع میشن و یه ماسک کلی داریم. اگر بیام سابترکت بزنم، اینو ممکنه ازش کم کنه و یعنی در واقع کم میکنه دیگه. چی گفتم؟ ممکنه کم کنه. و اگر اینترسکت رو بزنید، میاد اشتراک این دوتا رو در نظر میگیره. خب حالا باز یه مثال بهتر بخوایم بزنیم. فکر کنید ما میخوایم یه حرف انگلیسی رو درست کنیم. اینجا و اینجا یه خورده من اینا رو زاویه هاشون رو درست کنم. بذارید طبق یه فونت من برم جلو که دقیقا مثل خودش باشه. من ماسکش رو مجدد پاک میکنم و طبق این میام جلو.
این ماسک اول من مجدد میام برای داخل اینم رسم میکنم. خب لایه‌مو میارم این بر. الان بچه من اگه ماسک دوم رو سابترکت کنم انگار یه حرف ای انگلیسی درست کردم. اینم باز یکی از کاربردهای دیگه ماسک. و یه کار جالبتر که میشه انجام داد این که بیایم ما ماسک ها رو به هم دیگه تبدیل کنیم. یعنی من اگه یه تکست بنویسم مینوتو، یه کپی ازش بگیرم توتوریال. خب نگاه کنید دوستان، ما میتونیم با کلیک راست کردن روی تکست توی این گزینه Create Mask from Text و باز مینوتو هم به همین شکل Create Mask from Text. این دوتا رو کارش نداریم، فعلا پاکش میکنیم. خب نگاه کنید، در واقع ماسک میاد مسیر اون خطایی رو که کشیده به ما نشون میده. ماسک پد من اگه الان روی این لایه ام رو بزنم تمام پدهایی که اومده کشیده رو داره به من نشون میده. ما کار نداریم که این نوشته چه متنی هست و چه حروفای انگلیسی توش کار شده. در واقع ما به عنوان یه مسیر میخوایم ازش استفاده کنیم. یعنی اگه من اینجا روی آی کلیک کنم اینجا میاد این مسیر رو به من نشون میده، این پد رو به من نشون میده. خب من میخوام بیام این توتوریال رو به مینوتو تبدیل کنم توی بازه زمانی 2 ثانیه. کافیه اینجا بیام صفحه اون رو بزرگ میکنیم. من تمامی این کیفریم ها رو فعال میکنم، میگم توی ثانیه 0 ماسک پد هایی که اینجا وجود داره توی این حالت باشه. حالا ماسک پد مینوتو رو هم فعالش میکنیم و میگیم که خب توی زمان 2 ثانیه این ماسک پد، این مسیری که رد شده و شکل تی رو به وجود آورده در عرض 2 ثانیه از این شکل به شکل ام تبدیل بشه. باید چیکار کنم؟ باید بیام اینجا کپی کنم ماسک پد رو، اینجا ماسکش رو سلکت کنم و گزینه پیست رو بزنم. باز برای بقیه‌اش هم به همین شکل کپی پیست. من اینجا دیگه با استفاده از کنترل سی و کنترل وی برای سرعت کار استفاده میکنم که سریعتر بشه. او رو داریم، کنترل وی. بچه ها نگاه کنید چرا او دوتا هست؟ چون یه دونه دایره بوده و یه دایره کوچیکتر که در واقع این مسیره و این مسیر کمتره که اومده از هم کم شده. باز مجدد اینم کنترل سی و روی این کنترل وی تی رو داریم، کنترل وی. اینجا دوتا او دیگه هم داریم، کنترل وی، کنترل سی و کنترل وی. خب چند تا حرف دیگه میمونه، یعنی 2 تا از ماسکامون مربوط به A میشه و یکیش هم مربوط به L هست. بیایم اینو چکار کنیم. ما میتونیم زمانی که بیایم یکی از این ماسکامون رو به طور مثال
روی او بخوایم انجامش بدیم کنترل C و کنترل V و باز روی این هم کنترل V. A رو تبدیل کردیم به همین اویی که اینجا بود. حالا ما میتونیم L هم تبدیل کنیم به T هم میتونیم تبدیلش کنیم. ماسک T ما این میشه کنترل C و روی این کنترل V. فکر کنم چون روی هم دیگه افتادن ماسک ها انگار از هم سابترکت شدن. بیایم اینو برداریم از این کنترل V و اینجا سابترکتش کنیم. خب یه بار با هم چک کنیم ببینیم به چه صورت در اومد. میبینید که دارن ماسکا به هم تبدیل میشه. خب ما دیگه با این میناتو بالایی کاری نداریم و در واقع لایه ما این هست. میشه حالا یه کار جالبتر هم انجام داد. از این یه داپلیکیت بگیریم، روی پایینی افکت فیل رو انتخاب کنیم و با یه اختلاف یک فریم اینو پلی کنیم که یک فریم بیشتر یه رنگ قرمز انگار زیر این درست میشه. باز یه کپی دیگه هم میتونیم بگیریم، اینو رنگش رو به رنگ آبی در بیاریم. 2 فریم هم این 1 2 به این شکل. حالا بچه ما یه پروژه خیلی ساده درست کردیم با استفاده از ماسک و تکست که توی افتر افکت هست که خود این به تنهایی میتونه به عنوان یه حالا تکیه 3-4 ثانیه‌ای واسه آخر یه تیزر استفاده بشه یا یه فیلم یا حالا هر چیز دیگه میتونید ازش استفاده کنید و تنها به این قسمت هم محدود نمیشه. شما میتونید حتی اینجا باز من یه دونه سالید درست میکنم و یه چند ضلعی اینجا یه مربع اینجا. بچه اگر روی ماسک پد 2 بار کلیک کنید همزمان یه کادر ترانسفورم دورش باز میشه که با اون میتونید کوچیک یا بزرگش کنید به هر سایزی که دلتون میخواد در بیاد. خب من مجدد روی این ام رو میزنم و ماسک پدش رو میبینم. اگه یه بار ام بزنید بچه ماسک پد رو نشون میده. اگر 2 بار پشت سر هم ام رو بزنید ویژگی های دیگه ماسک رو هم بهتون نشون میده. اینجا من چون فقط با ماسک پد کار دارم یه بار ماسک میزنم، میخوام 5 ضلعیمو به 4 ضلعی تبدیل کنم. خب ماسکش میشه این. پس من روی این کلیک میکنم میارمش روی 2 ثانیه و ماسک پد مربع رو اینجا کپی و پیست میکنم و دیگه نیازی هم به این نداریم، میتونیم اینو پاکش کنیم. میبینید که تبدیل شد و فقط به تبدیل کردن تکست محدود نمیشه، میتونید کارهای خیلی متفاوت تری هم حتی انجام بدید. خب این 2 تا قسمت رو هم یه تمرین داشته باشید. من توی قسمت بعدی آموزش میرسم خدمتتون. با امید دیدار.